سینوحه. اکنون سال 1364 قرن مقدس اسلامی 14 است و تصور نمی کنم که تا پایان این قرن در بازار ادب جهانی کتابی منتشر شود که از حیث تاریخ باستانی کشورهای خاورمیانه و تحلیل اجتماعی و روانشناسی آن تاریخ بتواند با این کتاب که در سال 1350 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده برابری نماید. این تاریخ را ما از آغاز سلطنت بانی سلسله 19 فراعنه مصر استخراج کرده ایم و به طوری که سینوحه نویسنده این کتاب میگوید 6 سال بعد از آغاز سلطنت آن مرد در مصر تبعید شد و شروع به نوشتن این کتاب کرد و برای اینکه ما دچار اشتباه نشویم